صحبت امروزه ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضه چین می باشد. سم پارکر چند سال است که مسئله قرضهای چین به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای جهان را می آموزد. میستر سم پارکر، ویلکم تو تاجیکستان. سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند. درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟ تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر. Great for China, it makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means. می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند. من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افکند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند، یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند. نظریه شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 با مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یاسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه‌های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟ پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد. نمونه‌های در جهان هست که سایه سیاسی قرض‌های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرضگیرنده نشان دهد. یکی از کشورهایی که می‌توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا میباشد. یکی از طرح‌هایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمیبرد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی‌کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیاردها دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آنکه قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بندر را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد.
این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند. قرض و کمک‌های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می‌رود و به 3 میلیارد نزدیک می‌شود، ولی مقامات تاجیکستان می‌گویند این قرض‌ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض‌های چین استفاده می‌کند. بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می‌کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می‌دانیم استخراج چندین کان‌های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می‌رسد، حالانکه این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمت درازمدت کنند. در عوض قرض‌های خود چین کان‌های طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟ در خود نظریه دیپلماتیای قرض‌های چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چه کار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که بر عوض قرض‌های چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همان فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرض‌هایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرض‌ها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول‌ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرض‌ها را میگیرد باید خیلی مواظب باشد و اهمیت دهد که پول‌های چین را برای چی استفاده می‌کند. در گذشته ما می‌دانیم آن پول‌هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض‌های چین ساخته شود. پول‌هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که مواظب باشد که قرضش را برای چی استفاده می‌برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد. But at the same time, they need to prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum. در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا امریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعاً جای را برای میلیاردهای چین باز می‌کند. مگر چنین نیست؟ شما درست گفتید و ما امروز می‌بینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد اینفراستراکچور به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر میباشد. کشورها یک باره سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را میگیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه‌گذار می دهند. برای همین باید این خیل نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه‌گذار برمیگردانند. خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرض‌های هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می‌تواند؟ من فکر می‌کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می‌تواند متوقف سازد.
агар тоҷикистон ба ин роҳ идома додан гирад барои иқтисоди кишвар воқеан зарар мешавад. мо гуфта метавонем ки давом додани ин роҳ чӣ маънӣ дорад. муҳтавои ин созишномаҳо додани конҳо ё захираҳои минералие ки тоҷикистон дорад мебошад. аз созишномаҳое ки ба имзо расонда мешаванд фоидае ки тоҷикистон бояд ба иқтисоди худ орад ин суд ва фоида на ба иқтисоди тоҷикистон балки ба чин меравад. тоҷикистон бояд таҳлил кунад кадом тарҳҳоро ба имзо расонад ва шарту шароити созишномаҳо бояд равшан бошанд. ин бояд барои иқтисоди тоҷикистон ва барои мардуми тоҷикистон нафъ орад. Tajikistan's resources to help its economy and its people in the long term.